Hello mates, you alright? من کاوه میلم و به اولین چنل یوتیوب ویدیوی من اشتباه شد، اولین ویدیوی چنل یوتیوب من خوش اومدین. توی این ویدیو واسهتون یه کیس آنباکسینگ آوردم که توش حدوداً 60 تا کیس رو آنباکس کردم، پولامو به فنا دادم و احتمالاً آخر ماه مجبور شم که نون خشک بخورم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، سریع میبرمتون که ویدیو رو ببینید و توش آنباکسینگ هیولایی داشتیم. حالا نگاه میکنید میبینید. لایک و ساب یادتون نره. توی این چنل من آپلودهای بیشتری خواهم داشت، بیشترش کیس اوپنینگ یا از بازی خودم ویدیو واسهتون میذارم. دمتون گرم که این ویدیو رو میبینید. تا سری بعدی بدرود. یادم رفت این زنگوله بزغاله رو هم بزنید که اگه من ویدیو آپلود کردم بیاد واسهتون که ویدیو آپلود کردم. بچه‌ها کیس اوپنینگ داریم. میجر ویژه‌ایه. ما اینجا برنامه‌های متنوعی براتون در نظر گرفتیم. البته این برنامه رو کاوه در نظر گرفت. کاوه با جیبی که پاره شده و تهش تارعنکبوت داره. خب بزن بر طبل شادانه بکوب ببینیم چی میشه. بزن اولیش یه نایف بده تموم شه بره دیگه، بقیه رو ببین به حق شرف میجر اینم نایف. خب آمن علیکم. این که هیچ بریم بعدی. از اون مدل های چیزم باز کن یهو آخرشو نشون میدی و اینا شاید گرفت. یه فوره بدن شروع آها سلوات شمارشو بگیر علل حساب. سلوات شمارش کلیدی میندازه این بازیکن. آها رکب زد یه لحظه برسیم. بله داره رکبای پیاپی رو میزنه تا سمشه بازی نشه. بزن مصطفی میپذیر. کنسولم باز کن. کنسولی کنسولم نرسید. کنسول منطقه معروف. آها یه سافایر از اون چیزا بده. اسکلتون جلال آل احمد جلیل کنترل پنل. بده یه پرینت استریم استات افل یه صورتی رد شد. دوباره جلیل کنترل پنل افتی. بذار اینو من گندش کنم آجی نبینیم بعدی رو اصلا کامل. کراسر آلفا رو بگیرم. توی کنسول. آها گلد همش که داره آبی میده. با من همکاری نمی‌کنی؟ دیر این کیس رو داری باز می‌کنی. باید اول پچ باز می‌کردی آلفا رو می‌گرفتی. آها کاوه صبر کن. ببین به کمک آرشام نیاز داری الان. فن یک و آخ رفتیم تو قوانین ارشمیدس. گل بده گلدو بده. یه صدای عجیبی اومد. ای بابا یه جوری صدا داد من گفتم الان دیگه چی دراب شده. کاوه الان یه دونه به نیت هممون باز کن. از بعد از به نیت همه با میکنم. نه یکی خودت یکی من یکی چیز. خب بگو تو الان کیس کیه چند کیس آخری با همین. با اولی با سومی برو. بازی ریاضیات. بازی کثیف تونه مادره وارد قضیه میکنیم. not bad 44 ولورن خیلی خوبه صورت بود پینک. قرار بود بگید. خب فرهاد تو بگو. من بگم 6 تا کیس داریم. خب 6 تا کلید. 6 هم کلید داره. 6 اوه وارد بازی‌های شیطانی میشیم فرهاد.
آره اسپریتو سانتی نومینه پاتری. برو بریم بابا. من میگم این شیطان بلده کار گوش نمیدینه چند افتی ولی 18 ببین کار بلده. آرشان اسپایدر بریم بساط میز ببینم چی داری. 3-1 نیکولا تسلا. نیکولا تسلا میگفت 3-1 نتیجهش میشه این. بین دو تا بنفش یه دونه آبی اومد وایساد. خب بعدی و خودم میگم 3 و 4. 3 و 4 عدد صحیح 14. آها صورتی رفت. آی گل خدا ماربل فی. چیه فکتوری نه کابل رفت مگه داره یس. وای خدای من وای بلوتوث برگام ریخت. وا قلبم یه دونه آبی اومد وایساد. خب بعدی و خودم میگم 3 و 4. 3 و 4 عدد صحیح 14. آها آی صورتی رفت شد. ای وای چت یو خدا. عرق شدم منوزی خیس عرق شدم. ضربان قلبم به 1200 در ثانیه. چند دست برادیم نمیدونم این ماربل فیله. الان باید بره نگاه کنه دیگه. تموم شد نگاه کن بریم. اینم آخریش. آره آخریشو بده. یه دونه نایف دیگه یه دونه اسکلتون فیت بده عمو. آی اینم ستار ترکشه. کابل بزن فقط بزن. بسم الله برو بریم. فقط این نایفه رو میده. یکی قندونی داره. کیلووات رو باز کن قربتن الله. برو بریم. نایف اول این که هیچ. این که 100% نایف هستن. این که هیچ. تموم شد. بیا این نایف. خب بریم نایف بعدی رو در بیاریم. درست کنم کنسول گیمینگ. اوکی. نه این توش نایف نیست. این توش بلوه. این توش مولده. اگه توش موره بنفش. این شاد کنه رو اون شب به ما هم خیلی میداد. امشب هم که شبه. آی بیا رو زئوس. ای بابا کیس کیه؟ الو کرش شدی؟ فکر کنم. رد کرد چت هیچ چی نیست. رد کرد. نایف چی بود؟ اسم نایفش چی بود؟ پاراکورد بود. چی بود خود نایف؟ پاراکورد ماربل فی. این چرا این شکلیه پشمو؟ ترمیناتوره؟ باحاله موتورایزد. باریکلا برو بعدی. اده 6 از این سبزا وا کنیم. والری چی اسم؟ به آبی شانس یک سالم استفاده کردم. وقت زندگیت بود این که این افاره کالا اون که زرده رو میبینی؟ خب تیر بزنی اون روشن میشه. آره یعنی فلش لایت مثل فلش میزنه. خیلی باحاله این اسکیل. خیلی باحاله. گل بابا این همه صورتی رد میشه. خب یه دونه گلدم بده دیگه. به گلگلی بچه گلگلی داد. تنگو اسمش تنگو بود. ادا تنگوها رو در نیار.
گشادگو نداره. ایه والو و وحیانه. آها ستار درک مترو صلوات شمار رپید ترانزیت. بده یه AK اینهریتنس سطح FM. ماری روشه. اوه رفتیم برای تیریکای دور زدن چیز. یکی اومده کامنت گذاشته بود یعنی چی استیمو دور میزنه. ما از اون چیزا بزن فست اوپنینگ. خیلی فست اوه یه ذره دیگه پیش میرفتی کویت کرده بودی. بازی الان کرش میشه. یا اول فصل یا علی بده راپور بگو. اوی آی 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 ایچی بود؟ آره باش چرا اول میاد خب آخر نه استوری چیه؟ تکنیک مثل جواب نمیده. اینا چی؟ یه چیزی ولی تو گیسه بود. آخ 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 نگردم 4 تای آخر رو به همون تکنیک قبلی. ببین همون استراتژی رو پیاده کنیم. چند تا من موقعی اومدم که 6 تا مونده بود دیگه. من 6 زدم تا 7 تا کلید رو فکر کنم باید خودت بری. خب 3 تا از این دارم. بذار این 3 تا رو بزنم. آرشام چی گفته بود؟ استراتژی آرشام چی بود؟ 3 و 1 میشد 1 3 و 1. ممکنه قیمت بالا هم در بیاد. بله چه بکنه شانسی دیگه. آها ستارترک رو بگی. کالیگرافی. خب بعد نیکولا تسلا خودم چه گفتم 3 و 4. الان فرشید الان فرشید بود. یعنی 3 و 4 خودم بزنم بعدی فرشید. خودت مگه آخر نزدی؟ خب بگو فرشید. چند تا بود؟ 4 و 7 نداریم؟ از این میریم 4. از این بود 4 و 7. نایف هستن توش. نگاه کن نایف صورتیش که رد شد تاجی دیگه بهمون نمیرسه. نه آها یه دونه مشکوک به صورتیش رو داد. یا به اسمایل داد اصلا. قنات منه؟ رام تو 6 به 6 بودی دیگه. 2 4 6 این 6. آره 2 4 6 اینم 6. نایفو بگیر دیگه من برم شما بخورم. نایفو گرفتی بگو که من اینتر میکنیم برم دیگه. اینم نایف منطقه محروم. خب ببین الان 2 4 6 هم از این 2 4 6 گولد اینتر هم میکنیم. خیلی آرشان بیا یکی بگو. یاقی کامل بود. بکنم اگه کنسول باز میکردید تو جواب مینوشت در عقب. یه قرمز بده دیگه دایی. اینهریتنس سطح FN. اوو آهانه زئوس ستار ترک چی بود؟ FT. خب بذار ببینم توی دیسکورد بازم خوبه. 2 از کدوم؟ کیلووات یا گالری؟ توی گیم فقط اگه فرستاده بشه میشه بازی رو واچ کرد. به پس نیاز نداری برای واچ کردن بازی‌ها. اونی که بلاد داره اونی که اصلا نداره. بلاد نداره. اومار چیه؟ کیس اوپنینگه. اومار کجا؟ اینهریتنس سطح FN. این خود لاس وگاس هستن. قبوله. یه دونه کوپن تن. هرچی کویک اوپن زدی این آگه در اومده چی؟ یه چیز دیگه رو باز کن با این کلید. بابا
کالیگرافی ولم کن با این دیگل مردی. آخ زدی ضربتی اون اینهریتنس بود نه او؟ آره رفت تو کیس بعدی، یعنی اینجا این تو الان پیداش میکنم. همین بزن یه کلیر میدنیم، یه گلد تو رو خدا. این گلده رو مینویسه از سری اسکاتر رو میده. اصلا مثلا بنویس سیلوری چیزی شد نظرش عوض. پاشا میگه به نیت 5 تن 2-1 بزن. ای لوتوسو بگیر که رفتش، لوتوسو بگیری که رفتش، وایت لوتوسو بگیری که رفتش، بلایک لوتوس بگیری. آرسنال فرده کل پاورشو نگه داشته رو پیشبینی میجر. وضع اون چشه من کیس اوپنینگ همینه دیگه. فکر چی فکر هر کیسی باز کنی مثلا توش نایف در میاد. کیس اوپنینگ الان نه شانس کل زندگی ما استفاده کردم. البته اگر تو پارت اول میبودی اون نایف رو میدیدی الان اینو نمیگفتی، الان خودت داشتی کیس باز میکردی. ستار ترک هیپنوسیس. ستار ترک شو چقدر این گانو تو بازی استفاده میکنی. آره من فردا فقط همینو میخرم. این هریتنسو بده دیگه بابا. این خب ببین اینجا 3 تا داریم، اینجا یه دونه، پس نشونه است. میشه چی؟ میشه که اولین کیس اینجا، سومین. کائنات قانون جذب میراهانتوس. به به اسپیریتو سانتی. سلام. اتلس کردم داد که دیگه داد وسط نداریم دیگه، وسط طرف. مینیمال 0.9 not bad. خب یه گالری داریم 1 کیلووات. پس اول کیلووات رو با همون چشماتو ببند و بازی رو تا نایس سرای. به خدا میدونستم الان این کارو میکنی. آخریشه و بده بریم خونه هامون دیگه. بده